پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستین. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنین. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتون. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت باوی نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امری به نمازش کنید. وضربوه و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخواند، و یا لط کوب کن و یا را بزن که وی در نماز قائم شود.